به آموزش برنامه پاورپوینت خوش آمدید. در این قسمت از درس ها موضوعات مهم و اساسی برنامه پاورپوینت را فرا خواهیم گرفت. برنامه پاورپوینت هم مانند برنامه ورد یکی از برنامه های سلسله مایکروسافت آفیس می باشد. این برنامه برای ساخت و ارائه پرزنتیشن ها و یا هم سمینارها استفاده می شود. مثلا زمانی که اساتید در صنوف لکچر ارائه می کند، معمولا آنها از برنامه پاورپوینت کمک می گیرند و با استفاده از این برنامه لکچرها و یا هم پرزنتیشن های خود را ترتیب و در صنوف ارائه می کند. و یا هم اگر شما خواسته باشین که یک موضوع را به مخاطبین ارائه کنید و یا هم یک پرزنتیشن برای آنها ارائه کنید، شما میتونید از برنامه پاورپوینت استفاده کنید. برای باز کردن برنامه پاورپوینت در قسمت سرچ پاورپوینت می نویسیم و قسمی که میبینید برنامه پاورپوینت برای ما لیست می شود. بالای آیکن پاورپوینت کلیک میکنیم و برنامه پاورپوینت برای ما باز می شود. زمانی که در برنامه پاورپوینت شما یک فایل ارائه و یا هم یک پرزنتیشن ایجاد میکنید، این فایل ارائه شما میتواند شامل چندین صفحه باشد که به هر صفحه آن سلاید گفته می شود. مثلا این فایل را که ما ایجاد کردیم و یا یک پرزنتیشن را که ما ایجاد کردیم، یک صفحه و یا هم یک سلاید دارد. از این قسمت میتونم سلاید جدید و یا هم یک صفحه جدید اضافه کنم. از این قسمت شما میتونین که یک سلاید اضافه کنین در داخل پرزنتیشن تان که به خاطر نوشتن و یا هم مشخص کردن عنوان پرزنتیشن تان استفاده میشه. به همین شکل از این قسمت شما میتونین یک سلاید و یک صفحه جدید در داخل پرزنتیشن تان اضافه کنید که یک ساحه به خاطر نوشتن عنوان و همچنین یک موقعیت و یا هم یک ساحه به خاطر نوشتن مطالب دارد. و یا هم شما میتونین از این قسمت یک سلاید و یا هم یک صفحه جدید در داخل پرزنتیشن تان اضافه کنید که یک ساحه به خاطر نوشتن عنوان و همچنان دو موقعیت و یا هم دو ساحه به خاطر نوشتن محتویات را دارد. پس اکنون این پرزنتیشن و یا هم این فایل ارائه را که ما ایجاد کردیم شامل دو سلاید است و یا هم دو صفحه دارد. برنامه پاورپوینت طور طراحی شده که علاوه بر قابلیت های اختصاصی خود، در برخی قابلیت ها با بقیه برنامه های سلسله مایکروسافت آفیس مثل ورد، اکسل و ون نوت مشترک است. قبلا ما شما بعضی از موضوعاتی که در برنامه ورد بود را یاد گرفتیم. به همین شکل تعداد زیادی از موضوعات این دو برنامه با هم یکسان می باشد. مثلا قسمی که در برنامه ورد بحث کرده بودیم که یوزر اینترفیس و یا هم شکل ظاهری برنامه ورد متشکل از تب ها و در داخل تب ها ما گروپ ها داریم. به همین شکل یوزر اینترفیس برنامه پاورپوینت نیز شامل تب ها و گروپ های مختلف است. خب این پرزنتیشن را که ما ایجاد کردیم دارای دو سلاید است و سلاید اول آن را به نام تایتل سلاید یاد میکند که در این قسمت میتونیم عنوان پرزنتیشن خود را بنویسیم. مثلا ما میخوایم بنویسیم که آموزش کامپیوتر و در قسمت پایین آن میتونیم عنوان فرعی اگر داشته باشیم را بنویسیم. مثلا میخوایم که در عنوان فرعی بنویسیم که از 0 تا 100. زمانی که یک پرزنتیشن و یا هم یک فایل ارائه جدید ایجاد کردین، از تب فایل با استفاده از گزینه سیو میتونین این را در یک موقعیت دلخواهتان ذخیره کنید. مثلا من بالای گزینه براوز کلیک میکنم و میخوایم که این فایل ما در دسکتاپ به نام آموزش کامپیوتر ذخیره شود. پس بالای گزینه سیو کلیک میکنم. قسمی که میبینید پرزنتیشن ما در دسکتاپ به نام آموزش کامپیوتر ذخیره شد. باید داشته باشید فایل هایی را که شما در برنامه پاورپوینت ایجاد میکنید و در یک موقعیت ذخیره میکنید آن را به نام پرزنتیشن یاد میکند. به همین شکل فایل هایی را که شما در برنامه ورد ایجاد میکنید آن را به نام داکیومنت یاد میکند. در برنامه ورد زمانی که شما روی یک سند کار میکنید، در داخل صفحه مستقیما شما میتونید در هر قسمت که خواسته باشین معلومات را تایپ کنید و یا هم بنویسید. اما در برنامه پاورپوینت شما نمیتونید که مستقیما معلومات را در هر قسمت که خواسته باشین شما بنویسید. قسمی که در شروع گفتم در برنامه پاورپوینت زمانی که در پرزنتیشن تان سلاید جدید اضافه میکنید، ساحات و یا هم موقعیت ها به خاطر نوشتن متن از قبل تعیین شده که شما میتونید از اینا انتخاب کنید. و همچنان ما میتونیم از طریق تب انسرت با استفاده از گزینه تکست باکس موقعیت و یا هم یک ساحه به خاطر نوشتن محتویات و یا هم متن تعیین کنیم. ما بالای گزینه تکست باکس کلیک میکنم. این ساحه را میخوایم که به خاطر نوشتن عنوان تعیین کنم و در این قسمت هم عنوان اسلاید را مشخص میکنم. مثلا عنوان اسلاید ما است راجع به کامپیوتر. به همین شکل میخوایم در قسمت پایین آن یک ساحه به خاطر محتویات تعیین کنم. باز هم بالای تب انسرت کلیک میکنم و گزینه تکست باکس. در این قسمت یک ساحه به خاطر نوشتن محتویات مشخص میکنم و قسمی که دیدین یک ساحه به خاطر نوشتن محتویات راجع به کامپیوتر اضافه شد. میخوایم در قسمت یک مقدار متن راجع به کامپیوتر نوشته کنم، پس میتونم به گونه آسان از کامند رند استفاده کنم که برای ما 3 پاراگراف متن در قسمت اضافه کنم.
قسمی که میبینین ما تانستیم دو تکست باکس به خاطر نوشتن عنوان و به خاطر نوشتن محتویات راجع به عنوان اضافه کنیم. زمانی که با استفاده از گزینه نیو اسلاید در تب هوم ما یک اسلاید جدید اضافه کنیم، ساحاتی که به خاطر نوشتن محتویات از قبل تعیین شده اینا هم به نام تکست باکس یاد میشه. پس با استفاده از گزینه نیو در تب هوم میتونیم اسلاید جدید در پرزنتیشن خود اضافه کنیم که دارای موقعیت ها و یا هم ساحات پیشفرض به خاطر نوشتن متن و یا هم به خاطر اضافه نمودن محتویات دارد، و یا هم میتونیم یک اسلاید کاملا جدید و خالی ایجاد کنیم و با استفاده از گزینه تکست باکس که در تب انسرت است، تکست باکس به خاطر نوشتن عنوان و همچنین تکست باکس به خاطر نوشتن محتویات اضافه کنیم. اما این کار یک اندازه وقتگیر است. ما میتونیم اسلاید ها با ساختارهای پیشفرضی که در قسمت وجود دارد ایجاد کنیم که تکست باکس و یا هم ساحات پیشفرض به خاطر نوشتن عنوان و همچنان به خاطر نوشتن محتویات از قبل در آن وجود دارد. خب اسلاید اول پرزنتیشن ما ایجاد شد. اسلاید دوم ما یک اسلاید خالی است. ایره حذف میکنیم. به خاطر حذف کردن یک اسلاید بالای اسلاید رایت کلیک میکنیم و بالای گزینه دیلیت اسلاید کلیک میکنیم. خب اسلاید دوم ما هم ایجاد شده. میخوایم برای این اسلاید خود هم یک عنوان تعیین کنم. پس من برای این اسلاید خود عنوان تعیین میکنم که سافتویر، و در قسمت پایین میخوایم که یک اندازه متن راجع به سافتویر نوشته کنم. پس از کامند رند کمک میگیرم. برای ما دو پاراگراف معلومات راجع به موضوع سافتویر نوشته شد. میخوایم یک اسلاید جدید ایجاد کنم. بالای گزینه نیو اسلاید کلیک میکنم و میخوایم که یک اسلایدی که تکست باکس به خاطر نوشتن عنوان و همچنین تکست باکس به خاطر نوشتن محتویات داشته باشد ایجاد شود و یک اسلاید بر ما ایجاد شد. اسلاید سوم میخوایم که اسلاید ما راجع به هاردویر باشه و در این قسمت هم میخوایم که یک اندازه متن راجع به هاردویر داشته باشم. پس از کامند رند کمک میگیرم. به این شکل میخوایم یک اسلاید آخری یا اسلاید چهارم داشته باشم که در این قسمت میخوایم که از این لی‌اوت یا از این ساختار استفاده کنم. قسمی که میبینین برای ما این ساختار یک تکست باکس به خاطر نوشتن عنوان اصلی و همچنان دو تکست باکس دیگه به خاطر نوشتن عنوانهای فرعی و همچنان دو تکست باکس دیگه به خاطر نوشتن محتویات اضافه کرده. پس ما میخوایم که اسلاید ما جمع‌بندی تمام موضوعاتی که در اسلاید قبلی ذکر کردم باشه. پس در قسمت عنوان اصلی خود را نوشته میکنم که کامپیوتر است و در قسمت عنوان فرعی ما یکیش سافتویر است و عنوان بعدی هاردویر و در قسمت جمع‌بندی موضوعات که راجع به سافتویر است میخوایم داشته باشم و در قسمت هم جمع‌بندی موضوعات که راجع به هاردویر است. قسمی که دیدین ما تانستیم که 4 اسلاید در داخل از پرزنتیشن خود اضافه کنیم و همچنان معلومات راجع به موضوعاتی که در این اسلاید هست هم جابجا کردیم. اگر خواسته باشیم برای محتویات یا معلوماتی که اضافه کردیم دیزاین تطبیق کنیم، این موضوعات را ما شما در برنامه ورد از قبل خواندیم. اگر خواسته باشیم برای محتویات خود دیزاین تعیین کنیم، اگر خواسته باشیم که دیزاین محتویات یا معلوماتی که اضافه کردیم را تغییر بدیم، معلومات را انتخاب میکنیم. موضوعاتی را که در برنامه ورد خواندیم در قسمت به شکل تکرار وجود دارد. از این قسمت میتونیم که اندازه فونت و یا هم سایز متن را تغییر بدیم، بزرگتر و یا هم کوچکتر بسازیم. از این قسمت هم میتونیم که معلومات را انتخاب کنیم و استایل های متفاوتی که در وجود دارد بالاش تطبیق کنیم. مثلا میخوایم که بولت برای اینا اضافه کنم، میخوایم متن ما سایزش به یک اندازه بزرگتر شود به اندازه 20. به این شکل موضوعات مختلفی که در بخش تب هوم وجود دارد را میتونید بالای متن خود تطبیق کنید. پرزنتیشن را که ایجاد کردیم به شکل کامل تکمیل نشده و در این قسمت میخوایم که به این پرزنتیشن خود یک عنوان و یا هم یک تایتل اسلاید اضافه کنیم. خب عنوان و یا هم تایتل اسلاید خود را میخوایم در شروع اسلاید ها اضافه کنم. پس من در این قسمت کلیک میکنم بالاتر از اسلاید اول، یعنی تایتل اسلاید ما باید بالاتر از اسلاید اول ایجاد شود و بعد از آن از بخش نیو اسلاید بالای گزینه تایتل اسلاید کلیک میکنم. قسمی که میبینین برای ما در شروع پرزنتیشن یک اسلاید کاملا جدید اضافه شد که به خاطر نوشتن عنوان است. پس در این قسمت من عنوان اسلاید خود نوشته میکنم یا عنوان از پرزنتیشن خود نوشته میکنم که عنوان پرزنتیشن ما راجع به کامپیوتر
در این قسمت هم عنوان فرعی اگر داشته باشیم میتونیم او را هم بنویسیم. اگر خواسته باشیم که از یک سلاید خود کپی بگیریم و در قسمت های دیگه پرزنتیشن خود کپی آن را جابجا کنیم، پس بالای سلاید خود رایت کلیک میکنیم و بالای گزینه کپی کلیک میکنیم. حال اگر خواسته باشیم که کپی از اسلاید را در این قسمت جابجا کنیم، پس در این قسمت باز رایت کلیک میکنیم و بالای گزینه پیست کلیک میکنیم. تا این قسمت را تانستیم یک پرزنتیشن ابتدایی ایجاد کنیم. حال میخوایم که این پرزنتیشن خود را ارائه کنیم و یا هم میخوایم که راجع به موضوع پرزنتیشن در یک جای لکچر بدیم. یعنی پرزنتیشن ایجاد شده، حال میخوایم که نمایش داده شود. پس این کار را میتونیم با استفاده از تب اسلاید شو انجام بدیم. میایم بالای تب اسلاید شو کلیک میکنیم. در این قسمت میخوایم که از کجا لکچر و یا هم ارائه ما شروع شود. اگر میخواین که ارائه و یا هم پرزنتیشنتان از شروع پرزنتیشن و یا هم از سلاید اول شروع شود، پس بالای گزینه from beginning کلیک میکنیم. یعنی از شروع از سلاید اول ارائه شروع شد. حال میتونیم راجع به موضوعاتی که در سلاید ها هست لکچر ارائه کنیم. مثلا در این قسمت راجع به کامپیوتر صحبت میکنیم، بعدش میایم راجع به سافت‌ور، به این شکل راجع به هاردور هم صحبت میکنیم.